یا واتساپ گاز چطورین؟ من داشتم کسم و خوش من به یه ویدیو دیگه از چنل من. خب این گوسفند صورتی ها پشما. خب چند روزی هست خبر آپدیت یعنی ماینکرافت اومده، همون کاپرگولم و وسایل مسی و ابزارالات و هر جا میگشتم نمیشد. امروز قرار یه خونه بسازیم که مخصوص همین آپدیت همین آپدیت خب قراره چی بسازیم؟ خونه مسدار به کنار ویلیج هم اسمان شدیم. هر وقت کریتیو میشه من یه جای خوب پیدا میشه برای سروایول یه جای بد اسمان میشه. گوسفند صورتی کجا رفت؟ من صورتی نه گوسفند صورتی کجا رفت؟ رفت دیگه نیست. رفت پیش خود. تو جزیره ایم؟ آره تو جزیره ایم. غار داره؟ نداره. نه نداره. فعلا نداره. خب کجا با خونمونو بسازیم؟ اینجا میسازیم که قشنگ نمای خوشگلی از ویلیج هم داشته باشیم. اول میایم اینجا رو صاف میکنیم با گرس بلاک. میایم اینجا قشنگ اینجا اینو بزنیم. اینم بیارم اینم از اینجا رو میکنیم. خب الان اینجا هم پر کنیم. حالا خب اینجا رو بکنم. اینجا رو میکنیم. اینم میکنیم نمای خوشگل‌تر. اینجا نه اینا خوب یکم با بیشتر باشه. و الان قشنگ عالی شد. اینجا عالی شده. عالی. یواش اینجا هم پر میکنیم.
الان خوب، الان دیگه عالیه. آره خوبه. آهنگم زدیم، قطع کردیم. تو ویدیوهای اول چنلم صدای آهنگ اونقدر زیاد بود که اصلا صدای خودم نمیافتاد. خب الان خونه اونو از چی میسازیم؟ از مس. آره دیگه. اینجا هم کلی چیز داریم. من همیشه از رنگ آبی خوشم میومده و مثل زنگ میزنه میشه مثل زنگ زده و آبی میشه. از این استفاده میکنیم، از این، از در مسی زنگ نزده دیگه، از زهر مار. خب دیگه از چی استفاده بکنیم؟ از این زنگ نزدهش. منم یه کمی چراغ میخوام. بذار سقف رو از اینو از این بزن. از این. آره از این لامپ. خب این لامپه. خب باید بریم توی این. میریم. خب دکمه مسی اضافه نشده؟ نه. خب چی به مس میاد؟ این چیز این میاد. خب خونمون رو کوچولو میسازیم. کوچولو. دیسک جدید این کی اومد؟ آها این موقع آپدیت اپیگاس بود. بذار ببینیم چطوریه.
خوشمان اومد و خیلی طولانی بود. خب دیگه چیز دیگه اضافه نشده یه سال؟ نه دیگه همون دیسک. یه کم آهنگ قدیمی هم گوش کنیم. آره کم آهنگ قدیمی گوش کنیم، قشنگ قدیمی بزنیم تو چشممون. این خوب بود، این خوب بود، کوتاه خوب بود، شاهکاره، شاهکار هنری. به به. بله خب بریم اینم خونمونم کامل کنیم. دوست دارم اول از این بزنیم، بعد اینطوری، بعد از این. خب از این بزنیم، گوشه هاش هم بکنیم. نه نمیخواد، حالا نمیخواد گوشه هاش، حالا میذاریم. خب یه لایه من بیام یه افکت خوبی به خودم، افکت نایت ویژن 8 دقیقه میزنیم. به به روشنایی. خب این که برای سخت میزنیم دیگه. حالا این هم زنگ زد دیگه، میریم نوشون میکنیم. اینا که خوشو زنگ زده است. یه موزیک دیگه هم بذاریم. یعنی این آخریش. حالا شاید آخرش نباشه ولی خوب این دفعه کت میذارم. کت خوبه، از کت خوشم میاد.
خوب بود. این خوب بود. خب حالا یه موزیکی بزنیم و ببینیم. از رنگ این خوشم میاد. بذار ببینیم این چی. خوبه. خب این چاپ چی بزنیم؟ منم یه بلاک بیریم تو اینا. خب در حالی فکر کردن خب چی بزنیم؟ همش خونم میجا زدیم اینو اون زدیم. از این میزنیم آبیش بزنیم. دوتاشو میزنیم. اصلا یه بلاک دیگه میذارم. خسته شده از دست. نه آبیشو میزنیم. آره آبی. من آبی دوست دارم. درم اینجا میذاریم. حالا بریم دکمه های اینا هم بذاریم. یعنی با انقدر بسا یه چه کاری والا کار میکنم خودش روشن بشه. خب اینو اول میندازیم دور. من که پنجرم بعدا درست میکنیم. اینم میبندیم. حالا میایم اینا دیگه میایم توی اینا میریم پایین. میریم توی این. صبر کنیم روشن باشه. بعد
بسا اگر من الان شب کنم اینا روشن بشه نور کمی هم داره. این مثل نوره بعد صبح کنم اینا خاموش میشه این کنکلو حالا میایم چی کار میکنیم؟ ردستون بازی میکنیم. بله ردستون همیشه جوابه همیشه. خب میایم این گوشه این گوشه از این میذاریم حالا بنک خوشگل بشه. ردستون میاریم ردستون داست نمیدونم چرا باید اسمش داست بود دیگه داست لورم میاریم که اینجا بذاریم. اگه من اینو چیز کنم این روشن میشه. این هم که روشن میشه خاک برسه. خب قضیه تعطیل اینو اینجا بذاریم اینو اینجا بذاریم. خب این میره ما کف اینم با همین لول میکشم. اینجا البته اشتباه نکنید من چیز نیستم. من آره من اون نیستم. این به این وصله هیچ نمیخوام بره بالا. اینطوری میره اینو روشن کن ولی اونا رو نه. این هنوز روشنه ولی اینا نه. دوباره خاموش میکنه. الان اینجا معلومه اون زیره. آره معلومه روش ردستونه. پس باید چی کار کنیم؟ وسطی ها رو انقدر زود زنگ زد. وسطی ها رو چی کار کنیم؟
ولش کن، همون دکمه بهترین حالت. چرا علکی داریم خودمون خستم؟ نمیخوایی یه چند تا دکمه بزنیم؟ این پله میذاریم. بگم چرا؟ برای رفتن به پشت بام خوشگله. اینو قشنگ رو هم داره که قشنگ بیری بالا. اینجا پشت بام قشنگ. بذار من برم اینا رو درست کنم. با چی؟ با بیل میشد دیگه. آره نه با بیل نمیشه، با کلنگ هم میشه. آره پس با چی میشه؟ فکر کنم با هو میشه. آره هو. نه با هو نمیشه. خب الان من اینا رو با چی درست با بکنیمشون؟ بذار حتما با مس درست میشن. باید مس رو برداریم. پاپر نه ولش کن. ولی یادم به این چیزی میشه. خب بچه ما اینو توی سری توی پارت بعد قسمت بعد کامل میکنیم. فعلا تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. یو